جانم. سلام، وقتتون بخیر. سلام، مخلص شما، وقت شما بخیر. این دستگاه عرقگیری که گذاشتین برای فروش، عرق کشمش هم میشه باش کشید؟ اصلا برای همین بوده. عرق کشمش میگه من کارم عطاریه، هم نعنا و گلاب و این چیزا میگرفتم، هم عرق کشمش. خواستی عرق دارین؟ عرق دارین کشمش؟ لیتری چند میدین؟ 250 میدم، 40%. مطمئنه؟ یعنی اینکه آره. نه عزیزم. آره بخوری فرقش میفهمی با عرقای دیگر رو که با شکر بگیرن یا قاطی داشته باشه و اینا. بله. من شما کجایین؟ من چجوری کارش برم؟ اسلامشهرم. اسلامشهر؟ کجا اسلامشهر؟ مغازه‌ام میان آباده. میان آباد. بعد 6 لیتر میخوام من عرق کشمش خوب. یعنی هستش دارم داداش. دارین؟ شما ببین الکل سنج برات میزنم. 40% تحویلت میدم. برو یه ماه درش واز بذار، اصلا محال یه خط ازش کم بشه. بعد شرابم دارین؟ شراب و اینا؟ شرابم دارم، ولی اگه شراب خور باشه میدونی شراب درصد الکلش پایینه ها. خودتون تولید کننده این؟ بله عزیزم. خب شما عرق کشمش میفروشین؟ خب چند لیتر میفروشین؟ عرق کشمش من شغلم این نیست که عرق کشم، من مغازه دارم. منتها اینم در کنارش مثلا یه وقتی لازم میشه یه دارویی را توی گیاه توی عرق الکل به اصطلاح بخوابونی. آها، یعنی عرق ندارین؟ نه اینجوری نیست. گفتین پس شراب، اون شراب چیز دیگه هست؟ شراب خوردن؟ شراب هم همینطوره. خیلی نسخه ها هست، هم تو شراب میخوابونن هم توی عرق میخوابونن. آها، یعنی مناسب دکتری هست؟ آره. مورد است. بعد گفتین عرق خودتون ندارین یا دارین؟ چجوریه؟ نه عزیزم، الکل برای ضد عفونی و نمیدونم اینجور چیزا هست. پس شما گفتین من عرق فروشی میکنم. آقا من عرق فروشی که من کارم عطاریه. آها، یعنی عرق کشمش ندارین؟ نه آقا جان. باشه، ما فکر کردیم شما عرق فروشی میکنید چون گزارش داشتیم. نه گزارش چی؟ شما به من گفتین که میفروشم عرق کشمش، میفروشم، مغازم اسلامشهر. نه آقا، من مغازم اسلامشهر عطاری میشم. من به شما نگفتم عرق میفروشم. خب باشه، خدا نگهدار. یا الله سلامت باشی.